هنوزم گیرم کرد. اکید خانی اوچت ده استاد دادا یکی از استاد پروفسور دکتر یک بار رفتیم نرفتیم گناهگار کردی که اکا کردی امیره بگیرم؟ نمیدونم که اینجا کتابازی میاخی همین یک چه خب یک چه میگیری همین چه گرفتی گیر تو گرفتم جهل من نبیار من بلیتی چند؟ بلیتی پنج پنج سواد نداری بلیت پنج قید نمالی پنج بلیت پنج سوال یکم معلومات درباره گوسفند حیوان گوسفند کی؟ گوسفند خودش حیوانی بعضی گوسفندها شاخ دارن بعضی گوسفندها شاخ ندارن گوسفند تقریبا یک 40 کیلو گوشت میکنه گوسفند چند کیلو؟ 40 کیلو 50 کیلو ممکن گوسفندهای ساری گاناگا 110 کیلو هم میکنن تشکر معلم تشکر گوسفند معمول خم میکنه خلاف نیست میشه گوسفند میکنه بعد کم کم روان داره در ترکیب گوسفند پشم بسیار است کنازا پشم است کو حالا در ترکیب پشم گوسفند اگر ببینی در اونجا کای بسیار دیده میشود انا کای چه بسیار دیده میشود؟ کای انا یعنی عموما گوسفند پشم گوسفند بسیار زیاده است پشم گوسفند بسیار مفید است برای جمعیت مفید است از پشم گوسفند چی تیار میکنیم؟ بولیش تیار میکنیم بالیش نیه پچک نمک گلیم انا جلو گوسفند انا اگر ما دیده باریم در درون پشم گوسفند انا کایک پیدا میکنه کایک زندگی میکنه کایک انا کایک حشرات معده خونمه که بسیار کشتن دشوار است در جسم شیرخوارها پرنده و آدمان زندگی میکنند کایک خون حیوانات گوناگون مثل گربه خر گاو بقه سخیر خیز و غیره را مکیده بعضا انگیزه های یک نمود بیماری های خطرناک را در بین مردم پهن میکنند اگر به دستت امخیلی چند برای و کنی کایک نمیموند و دیمیگز کرده میپرد یک شوده معلم یا چی گفت دارید؟ سوال دوم رو بینید کای ما درباره گوسفند نمی‌گفتیم کای سوال دوم درباره شتور اشتور نه زبان جوانو نمیخونن زبان نبی تاجیکه خراب کردگی ابدی گفتن ابدی استاد ادبی بخشش ادبی کرد ادبی گفتن درباره اشتور نه شتور درباره شتور و زندگی نامه درباره شتور و اهمیت آن در جمعیت امروزه فهمیدم انا شتور معلم شتور پشم کم داره معلم شتور نه شتور هم حیوان است معلم شتور در بیابان ها زندگی میکنه شتور قدش بلنده گردنش دراز است بلند نه قدش بلند نه قدش بلند و در بالای شتور دو تا خیلی کلوت تو چی به لحجه که دیگر میزنی؟ و 10 بار بودم ابدی گفزن با زبان روسی و یک گرموش کنیم مانه شما هم گرمش کتون کردی انا تا دو تا کوکو زین بالاش هست بالای دو تا چی؟ کوکو کوهان خیلی در درون اون کوه اوای او نه چی؟ گرم چرم است چرم خیلی روان خیلی او اومختش میگم در وقت تشنگی اگر باید نباشد آب نباشد استفاده میبره ایمو کلوت نه لحجه که دیگر نزن ابدی گفزن بگو که شتورم در پوست شتورم پشم دیده میشود کش در درون پشم یک اگر ببینی در درون پشم کیک هم دیده میشود انا کیک حشرات معده خونمکی بسیار کشتن دشوار است در جسم شیرخوارها پرنده ها و آدمان زندگی میکنند انا کیک خون حیوانات گوناگون به مثل گربه انا کلموش انا خیز بقه گاو خر انا سخیر شتور و غیره را مکیده بعضا انگیزه های یخطر بیماری های خطرناک را در بین مردم در بین آدمان پهن میکند یک کلک داری نداری خیلی آدم شدیه اوه برادر همه چه بوده کای بمیزنی تو خودت کای نداری بی تو پروفسور وقتی خالی نیست بسیار بیا بالا درباره کی کلام یک کای تو ایستادن ساعت ها گوش میکنن بعد یک دو مونه رویم دو مونه رجاعتی دادی بیا یک سوال ایلاوگی میدیم استاد ما درباره چی میپرسیم تو درباره چی شرط و ایستاده استاد اینجا بیا ما من همراه استاد خلاصه آمدیم یک سوال ایلاوگی من بلیت شد استاد خش کنی درباره ماهی با ما یک معلوماتی آفرین
آفرین استاد درباره ماهی کردش خونه دار کن پس ماهی میدونی ماهی چی؟ چی ماهی؟ ماهی پاش نداره خیریت انا پاش نداره انا قندت خورو قندت خورو کای که ماهی با آمخته کن چخ بالا کن انا من میگم آفرین گپ نداره ماهی درباره ماهی و فایده ماهی در جمعیت کایک در آب زندگی میکنه کایک نه او ماهی در آب زندگی میکنه انا که سرو کلاباش گم کنه ایستاده ماهی در آب زندگی میکنه خش ماهی معلم نیتری میروه این نیتری نمیره ماهی شینو میکنه منم خیلی شینو میکنم در بحر ماهی ها بسیار دیده میشود درست ماهی هم معلم چند هزار نمودهای ماهی موجودن معلم هزارها ماهی هم لخمایی میشود سزن میشود ماهی میشود ماهی اگر آب براری کنم معلم ماهی میمبره محبت را زی ماهی باید آمو که از آبش برون آری بمیره اینجا شایری نکن شایری نکن معلوماتی بیشتر وقتی که ماهی رو میخواه که معلم وقتی که ماهی رو میخواه دست پریتس کردن میپرد که لحظانه که رنگ کیک میپرد دست رنگ چی؟ رنگ کیک انا کیک اشارت مایده خونم که کشتنش بسیار دشواره در جسم شیرخوارها و پرنده ها و آدم ها زندگی میکنن کیک خون حیوانات گوناگون بماند خیز گربه سگیر مور خر انا در آمده انا یک قطار بیماره های انا خوفناک رو انا در بین مردم پهن میکنن خون حیوانات گوناگون رو و مثل گربه خرگوش سگیر خون خر مار رو مکیده بعض انگیزه های انا یک قطار بیماره های خوفناک رو در بین مردم پهن میکنن کیک اشارت بالا زنه دوات توی با کایکتا نسبتان کایکو چی؟ کایکو